خوش اومدید به یک ویدیوی زیبا. بالاخره روزش رسید که من به شما معرفی کنم ماشین جدیدم چیه. فقط قبل از اینکه به شما نشون بدم میخوام که همین الان چنل رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. کامنت برام بذارید. از عاشقان پارسالیپ هم خیلی متشکرم که همیشه پشت من هستن و تو همه ویدیوها من انرژی مثبت میدن. و بریم سر ویدیو. این شما و این هم ماشین جدید من. روز موعود رسیده. ماشین حرفه‌ای بالاخره گرفتیم. خیلی ذوق دارم. دستم اینجوریه. دلم درد گرفته. بالاخره این ماشین رو گرفتیم ولی هنوز ندیدمش. الان میخوام ریاکشنمو بگیرم ببینم چجوریه. خیلی ذوق دارم براش. کجا؟ اوه جلو شدیدم. اینجوری برم یا برم. واو این شما و اینم ماشین پارسالیپ. واو خیلی ذوقی بودم. باورم نمیشه. قلبم گرفته. بیا جلو. پلاکشو گرفتیم ولی هنوز وصل نکردیم. پشتش وصله. پشتش وصله. پشتش بزنم. آها نایس. نمیشه. انقدر ذوق دارم که از اون بر استرسی شدم. ای بگم فرام بیجوه شدم. بسه بودم. شت. گرای مدل بود به سمت بالا. وای سخت کنه. بایستا. هیچ چیزی لذت بخش از صدای این ماشین بود. جلو صدامو نمیگیره. وای وای باورم نمیشه. از سون مارتین DB9 کانورتیبل ولانته سقف رو نگاه کن تو. الان از سر کارم اومدم از ویدیو آریکیوکسر. هیچکی نمیدونه. قراره سورپرایزشون کنم. تو کانادا اولین ماشینم میشه تقریبا که گرفتم خریدم. خیلی خوش شدم و اصلا نمیتونم براتون حرف بزنم درست. من خیلی تو یوتیوب حرف میزنم اینا ولی الان اصلا انقدر ذوق اینا دارم نمیتونم براتون حرف بزنم. اجازه اینجوری براتون بگیرم. ماشین سوپر کلاسیک، ساعت از سون مارتین، دنده‌های دکمه‌ای، سقف کروک، نام از سون مارتین DB9. یکی از زیباترین دیزاین‌های کلاسیک. همونطور که می‌بینید واقعا این ماشین فوق‌العاده است. واقعا دوستش دارم. واو this is crazy. خدایا چقدر این خوشگله. چقدر اوه بیبیه اصلا. من اینجوری هم. مامان چطوری؟ نظرت چیه؟ خیلی خوشگله. ایشالا که مبارکتون باشه. ایشالا که چرخش براتون بچرخه. خوشگله. دوستش داری؟ خیلی. این اولین ماشینم توی کانادا. عاشق استون مارتینم. مارتین اسپورت. از ماشین یا از مامانم. نظرت چیه؟ به من میخوره نه؟ خیلی قشنگه. بذار ببینم. دمپایی رو نگاه. دمپایی اسپورت موده. پامو میزد کفشو. دمپایی خریدم پوشیدم. واه واه. Oh my god. Exactly new with the adult shopping. Oh my god. What do you think? Beautiful and I love this little wooden details. Yes. Oh
Crazy, huh? Thank you. It's my first car in Canada. Congratulations. Thank you. Oh my, let me see this. Okay. It's like Tesla. No, other side. Yeah. Do you want me to get those? It's heavy. Oh, it's so low. You want to turn on the car? I forgot how to do it. Just press. Hold it. Hold it. Press yes. That? No. Press yes. It's on. It's on park, so it's fine. End of the 2006. This car is like this. It's like so many years, but But it it's looks like still it's beautiful. timeless. Yeah. Like Chanel bags. زیباترین دیزاین ماشینه وای. This is most beautiful car. چا اینجا بردیم ماشینو که چکاپش کنیم و ببینیم چه خبره و چه شکلیه از ماشین. اینجا آقای استیو میخواد بیاد و الان توی ماشین است. بعدش میاد که ماشین رو چک کنه. بچه مکانیکا دارن میبینن. Hello, it's for my YouTube channel. دارن میبینن ماشین چیه مشکلش. فنش مثل اینکه کار میکنه ولی مثل اینکه یه طرفش الان خاموشه. حالا میخوان چک کنن ببینن که مشکلش چیه. ولی همه چی خوب کار میکنه. مشکلی هیچ مشکل نره. کولانتش سر جاشه. همه چی درسته. چی کار میکنی؟ داشتم ولاگین گرفتم. چطوری؟ چه خبر؟ چه خبر؟ صدا ضبط الان؟ خب صدا رو بردار. صدا رو قطع کن. چه خبره؟ برو مستقیم. میخوایم بکنه تو من بکنم تو باشگاه کارت دارم داداش. قطع کنه تو؟ آره رفت کنه. خدا رفت کنه. آماده ای؟ ماشینو پشم. حالا که خسته ای هم دوباره ببرمت باشگاه. واه ماشین توه؟ چیه میگی؟ ماشین منه. ماشین منه جدی. از تو ماشین توه. ای رفته گرفته هایش. نه آقا واقعیه. نه جدی. جدی. آریا که اکتره نگاه. امکان نداره. نه اونجوری نیست. اونجوری وایسا. اول با دکمه چیزش روشن کن. ماشین رنته. نه داداش رنت نیست. نه نکن اون تو دیگه. ولش کن. اون برای روشن کردن ماشین فقط. ماشین پارسالی پس تو ما. شیشه رو بده پایین. شیشه رو بده. اونو بذار تو. خب نه کیلو بکن تو. کیلو بکن تو. آره حالا بچرخون. برقش روشن شه. بعد روشنش کن. کیلو بده پایین. بزن. ترمز گرفتی؟ نه نگه دار. کاملش. آره یه بگذار چطوری؟ 2005 6 این؟ آره ولانت است. سقفش در میاد. سقفش چجوری داره؟ اونو باید نگه داری به عقب. نگه دار. واقعا خریدیش؟ آره. جدی؟ از کجا خریدی؟ چجوری خریدی؟ حال کردی؟ همه میدونستن اینو فقط غیر از تو. با کی تو این؟ نه بابا. آره ییته؟ ویدیوهاش هست. E12 چونت پاره است داداش. نه دیگه آخه حالا بهت میگم. اوکی یه دور بزنم پشمام ریخته است. سومارتن چجوریه بابا؟ برو یه دور احساسی بزن بیا. همین میشه؟ حالا این ماشین تصمیم بگیری
الان؟ یه اشغال داره میکنه. میخوام بفروشم به خودش. چه خوبه 10 تا بذار روش. 120 تا میفروشم. 1000 تا بذار روش. 110. 110 بده. نگاش کن 30 نگاه. جیمز باند باشه. آره که اکسه خریدم بفروشم به خودت. جیمز باند مناطق محروم. سگش میارزه به این ماشینه داره. الان کرد. یه سر تسلا نمیشه این. ولی خب یه سری تعمیرات ریز داره چون قدیمیه. یه سری اینجاشو باید درست کنم. کار داره دیگه. باله خریدم بفروش درست کنم بفروشم به خودت. اکسه برای عاشقان پارسالیپ. عاشقان پارسالیپ جیمز باندی تبریک میگم به پارسالیپ و عاشقان پارسالیپ. خیلی خفن مبارکت باشه. تشاوش. آقا شیرینیو کی میدی؟ شیرینیو میدم زود میدم. آقا انشالله. پیاده شو دیگه دل بکن. آها این پیاده نمیشه الکیه. آره میای بالا میزنی میره پایین خودش. غربیه. آره رو پی گذاشتی عالی. ماشین یه سری سوالات بعد از آریا کوکسر بعدا میپرسیم فقط راجع به این بلوتوثه که نمیدونیم چه جوری وصل میشه. یه سری کار داره که بعد انجام بدیم و تر تمیزش کنیم و بعد ببرمش کارواش. نبردمش هنوز. رینگاشو باید تر تمیز کنیم. واسه ویدیوهای زیادی قراره ببینیم. از اونهاشو دادم به جای چتر. اون جای چترشه ولی از اینا داره این مدلش. مدل احساسی. چون ما اینجا احساسی. آقا آروم. اینو ببن با. آره اونو باید برم از خود استون مارتین بگیرم. پلاکو نمیتونیم داشته باشیم. خیلی سکیوره داستان. صداش زیاد بود نه؟ آره صداش زیاده. اینم ویدیوی ماشین جدید همونطور که دیدید استون مارتین DB9 کلاسیک و فوق العاده زیبا. امیدوارم لذت برده باشید. بچه‌ها هم که آریا کوکسر رو سورپرایز کردیم کلی هم خوشحال شد در اینکه این ماشین گرفته بودم. در اینکه خب من به یکی از آرزوام رسیدم. استون مارتین DB9 سوپر اسپورت فوق العاده زیبا و نهایت دیزاین و همه چی با هم دیگه بود. خیلی حالم خوبه. الان دارم میرم یه سری چیزای دیگه رو ببینم براش. ببینم که خیلی حالا نمیتونم زیاد توضیح بدم شاید تو ویدیو بعدی ببینید. یادتون نره همین الان چنل ساب کنید و کامنت بذارید زیر این ویدیو نظرتون برام بنویسید. عاشقان پارسالیپ مراقب خودتون باشید تا ویدیو بعدی. خداحافظ.